تولد عیسی مسیح چنین بود. مریم مادر عیسی نامزد یوسف بود. اما پیش از خانه‌دار شوی در بطن مریم از قدرت روح القدس یعنی روح خدا کودک پیدا شد. از بس که یوسف نکوکار بود نخواست که مریم را در پیش مردم شرمنده کند. برای همین او به خلاصه آمد که پنهانی از وی جدا شود. هنگامی که او در چنین فکر بود فرشته خداوند در خوابش عیان شده به او گفت: ای یوسف، نسل شاه داوود، از عایله دار شدن با مریم نترس، چون که این کودک در بطن او از قدرت روح القدس پیدا شده است. او پسر تولد می کند و تو باید با او عیسی نام گذاری، چون که او خلق خود را از گناههایشان نجات خواهد داد. همه این واقعه ها برای به عمل آمدن گفته های خداوند که الکی به واسطه پیغمبر پیشگویی شده بودند روی دادند. دختر حامله دار می شود و پسر تولد می کند که با او ایمانوئیل یعنی خدا همراه ما نام می دهند. یوسف از خواب بیدار شده فرمان فرشته خداوند را به جا آورد. او مریم را به زنی گرفت، ولی تا وقت تولد شدن پسر با مریم هم بستر نشد. وقتی که پسر تولد شد یوسف او را عیسی نامید.